امروز از دا تیوی فرمت جدید تحقیقات ژورنالیستی را که یکجا با مرکز تحقیق کروپسیا و جنایت‌های متشکلانه تهیه کرده است پیشکش خوانندگان می‌کند. بسیاری او را یک زن خونشین و خاکسار می‌شمارند، ولی در اصل او دارای ثروت چندین میلیون دلاری، 2 ویلا در دبی، یک خانه در دوشنبه، منزل‌های زیادی در خوجند و مال و ملک زیاد در دیگر منطقه‌های تاجیکستان بوده است. اگر شخص شفرش در بین نمی بود، شاید کسی به این اهمیت نمیداد، ولی طوری که در کشورهای فسادزده معلوم است، به احتمال غالب میتواند زد که این همه مال و ملک با پولهای غیر قانونی شفرش خریده شدند. تحقیقات ما درباره اقبال خان نوزیر و همسر سروزیر تاجیکستان کاهی رسولزاده است. درباره اقبال خان نزار و چی میدانید؟ او همسر یک منصبدار معمولی در تاجیکستان. درباره او در منبع‌های باز یگان معلومات نیست. اگر یک مقاله سخنگوی سابق شفرش نمی بود، جامعه دربارش اصلا چیزی نمیدونست. الهام جمالیان در یک مطلب ستایشی درباره کاخی رسولزاده همسر او را همچون بانوی مهربان و کتبانوی نوتکرار و همچون ذوق بلند زیبایی آفرینی دارد توصیف کرده است. همچنین از منبع‌های باز معلوم شد که اقبال خان نوزیر و در دوره رئیس ولایت سوق بودن شفرش معاون مدیر کاخ فرهنگ رودکی در شهر خوجند بوده، در آنجا چوربینی‌های گوناگون فرهنگی دایر می‌کرد و سرپرست انسامبل رقصی زنانه چمنارو بوده است. برای تبلیغ فعالانه فرهنگ او با نشان اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شده است. بعد به مقام سروزیر تعیین شدن شفرش و به دوشنبه کوچیدن در ماه فوریه سال 2014، اقبال خان نوزیر و بنا به گزارش سامانه آزادگان با وظیفه موقتی و به مزد مدیر برنامه فرهنگی همایش‌های سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان تعیین شده بود. این هست همه چیزی که درباره او معلوم است. اکنون چیزی از هم اساسی مال و ملک اقبال خان نوزیر و به دست اداره از دا تیوی از محققان مرکز تحقیق کروپسیا و جنایت‌های متشکلانه معلومات درباره مال و ملک خارجیان در دبی افتاد. این هم در نتیجه فوش شدن اطلاعات درباره مال و ملک ثبت شده در امارات عرب دسترس شد. بر اساس این اسناد معلوم شد که همسر سروزیر تاجیکستان صاحب 2 ویلای دو قبضه در دبی بوده است. ویلاهای اقبال خان نوزیر و در فاصله 200 متر از یکدیگر در شهرک بسته میر اوازیس که آنجا امفی‌تئاتر، میدان بسکتبال، مسجد، باغ برای سیر و گشت سگ‌ها، چندین حوض آببازی، میدان والیبال و پیروه و تپه‌های صنعی نیز است جایگیر شده است. ویلا یکم با مساحت 284 متر مربع 737,700 دلار ارزش داشته، چند اتاق خواب و چندین حمام و همچنین یک حجره علایده برای خدمتگاران دارد. ویلای دوم با مساحت 270 متر مربع 699,800 دلار ارزش و نیز چندین اتاق خواب دارد. به نظر می رسد که هر دو ویلا را با کمک دختر سروزیر مدلیر فرانگیس عظیمووا خریدند. محض عظیمووا هنگام خریدن این دو ویلا تلفن‌های خود را برای تماس باقی گذاشته بود. فرانگیس شهروند روسیه را دارد، ولی غالبا در دبی با شفرش ظفر عظیموف پسر سروزیر سابق تاجیکستان یایو عظیموف به سر میبرد. از عکس‌های او در اینستاگرام برمی‌آید که فرانگیس زیاد سیاحت می‌کند و در کشورهای گوناگون از جمله فرانسه، بریتانیا، استرالیا و چخیا از زندگی شاهانه‌اش لذت میبرد. فرانگیس عظیمووا نیز در میدوز، یک شهرک بسته دیگر در مرکز دبی که آن را کول مصنوعی احاطه کرده است، یک ویلا دارد. اسناد زمینش نشان می‌دهد که این کوشک دو قبضه به شکل ایکس ساخته شده با ارزش بیش از 5,400,000 دلار را در سن 24 خریده است. معلوم نیست که او چگونه توانسته است این مال و ملک با شکوه گرانبها را بخرد. منبع خریدن این کوش عائله اوست یا شفرش یا خود او. در هر صورت یک سوال باقی میماند که او در چنین سن سال جوان چگونه توانسته است برای خریدن مال و ملک در دبی میلیون‌ها دلار را سرمایه گذاری کند. اما برمیگرده به موضوع مال و ملک مادر فرانگیس. گروه محققان بجز از مال و ملکش در دبی باز 6 مالکیت اقبال خان نوزیر را در تاجیکستان آشکار کردند. بنا به فهرست مالکیت غیر منقول تاجیکستان، همسر سروزیر در شهر بوستان ولایت سوخت در خانه رقم 5 کوچه دوستی خلقو یک باره 4 منزل داشته است. در شهر خوجند در کوچه نظامی گنجوی و حکیم کریم او صاحب 2 خانه و مهمانخانه وطن است.
در دوشنبه در کوچه تلستوی نیز اقبالخان نوزیر و باز یک خانه دیگر دارد. سوال برمی‌آید که همسر سروزیر تاجیکستان برای خریدن این همه مالکیت از کجا پول یافته است؟